دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پنجشنبه است، آخر هفته، دوم اسفند ماه 403. ساعت حدوداً هول و هوشه، به قول آیسان ساعت هول و هوشه. ساعت چند الان؟ 10 دقیقه به 2. ما داریم میریم یه پیاده روی کنیم، بعد برگردیم استراحت کنیم بریم سر کار. یه چند تا نکته بهتون بگم، یه چند تا نکته که خیلی قابل توجه بود من دیدم. یکیش هم باعث ناراحتی شد، هم واقعیت آدم تو فکر میره. ماشین رو داشتم پارک میکردم کنار خونه، واقعیت دیدم که یه 2-3 تا جوون، حالا پیرمردم نه، حالا مسنم نه، جوون مملکت، سرحال، قبراق، نشستن یه گوشه ای دارن سیگار میکشن. خب این اتفاق یه بار توی کوچه ما افتاده بود. خب بذارید اینجا ترافیکه، من اینو رد کنم میگم بهتون. داشتم میگفتم آره این اتفاق یه بار تو کوچه ما افتاده بود. 3 تا جوون سرحال، میزان، قد و بالا، نمیدونم قد بلند و رعنا و اینجور حرفا، یکی وایستاده بودن کنار دیوار، داشتن حالا مثلا گل میکشیدن، بنگ میکشیدن، سیگار میکشیدن، بوش مشخصه دیگه. من با ماشین بودم رفتم کنار اینا، بهشون گفتم که آقا خدا شاهده، گفتم آقا من، شما میتونید به من بگید به شما به تو چه ربطی داره، فاز نصیحت هم ندارم، ولی حیف این شما جوونا. اونا فکر کردم اینم بگم، اونا فکر کردن که مثلا میخوام بگم آقا برید اینجا وای نستید نکشید. رفتم کنارشون گفتم خدا وکیلی شما جوونی، حیف این قد و هیکل و قیافتون نیست مثلا دارید اینا رو میکشید، نکشید، به جاش مثلا برید ورزش کنید، برید برای سلامتی خودتون وقت بذارید. همینجوری گفتم بازم حق دارید بگید آقا به تو چه ربطی داره و کلا، چون دخالت میشه دیگه، ما نمیتونیم زندگی کسی دخالت کنیم واقعا. بهشون گفتم آقا ورزش کنید، حیفه به خدا. گفتم بابا این آخر عاقبت نداره، درست جامعه وضعش خرابه، جوونا ناامیدن، ولی شما به خودتون ظلم نکنید، به بدن خودتون ظلم نکنید، برید ورزش کنید، به خودتون برسید، نذارید این ناراحتی روی شما تاثیر بذاره. همینو گفتم، به خدا شاهده. بعد امروز با 3 تا دیگه دیدم اینا از اون جوونتر بودن، سنشون کمتر بود، سیگار میکشیدن، فلان میکردن. آقا درسته وضع خیلی خرابه، خب اینو من قبول دارم، وضع خرابه، نمیدونم وضع خرابه، آره اینو خدا وکیلی قبول دارم. آدم ناامید میشه، هر کاری میخواد بکنه به نمیدونم به بنبست میخوره. ما خودمونم الان تو بازاریم دیگه، وضع خیلی خرابه، ولی آدم این وضع به کنار، شما سلامتی خودت هم به خطر بندازی، اینم یه مشکلی میشه روی مشکلات دیگت. حداقل این یه مورده که مثلا بقیه توش دست ندارن، یکی دیگه توش دست نداره، شما حواست به بدن خودت باشه. اینو دارم خدا وکیلی رفاقتانه میگم، حالا هر کی میخواد الان ببینه بعداً ببینه. برید باشگاه، اصلا باشگاه پولشو ندارید برید پیاده روی. اصلا آقا این نمیدونم هم الکل یا مصرف میکنی یا اصلا سیگار میکشی، اصلا اون سمت مواد که نرید. اصلا بعضیش خیلی داغون میکنه آدمو، بعضی اقتصادی داغون، آدم افسرده ناراحت مونم روش، چیزی رو درست نمیکنه که جز این که فقط فراموش میکنی، برای یه لحظه اونو فراموش میکنی. ورزش کنید. اونا رو اگه مصرف میکنی، سیگار یا حالا الکل مصرف میکنی، آقا کم مصرف کن. اگه بتونی که مصرف نکنی که خیلی عالیه، کم مصرف کن، ولی در کنارش ورزش تو داشته باش برادر من، خواهر من، به دردت میخوره. فردا روز حداقل سلامتیت از بین نمیره. آره خلاصه آدم ناراحت میشه دیگه. این یه مورد بعدی رو هم الان بهتون میگم. آقا مطلب دوم اینه که ما داشتیم از سر کار برمیگشتیم، بعد
یه آشنایی رو دیدیم واقعیت بعد اومدیم سلام بدیم، اون خودشو به ندیدن زد. خب آقا رو راست باشیم دیگه، هر کی این حرکت رو ببینه عصبانی میشه. منم جز همون دسته آدمام، نه میتونم بگم نه خونسرد بودم فلان، نه داداش واقعیت منم عصبانی شدم و گفتم چیکار کنم این کارشو به روش بیارم. همش داشتم فکر میکردم چیکار کنم این کارشو به روش بیارم. بعد 1% گفتم بده یه 5 دقیقه 10 دقیقه بگذره ببینم بازم همچین فکری رو دارم یا نه. رفتم خونه، لباسا رو عوض کردیم و اینا، نهار خوردم، دیدم اصلا یادم نمیاد این موضوع. والله به خدا اصلا یادم نمیاد. چرا؟ چون وقتی که من عصبانی بودم میخواستم یه ریاکشنی نشون بدم، ولی و همون موقع که جلو خودم رو گرفتم، بعد که رفتم خونه دیدم نه چه تصمیم درستی گرفتم. بعد یاد یه جمله رو افتادم. یه باری ما یه کافه رفته بودیم، این داستان جالب. یه بار یه کافه رفته بودیم، جالب بود. روی یخچالش یه سری جملات نوشته بود. یکی از اون جملات این بود: اگر با بد کنی، اگر با بد رفتار کنی به صورت عامیانه، پس فرق چیست؟ حالا اون یارو خودشو زده به ندیدن، یا مثلا حالا ما میگیم آقا شاید به خاطر شلوغی اینا ندیده، اصلا دیگه اینطور نبود، شاید ندیده، ولی حالا تو که سلام دادی عیبی نداره، ولی بیای به روش بیاری، پس فرق تو اون چیه؟ جفتتون دارین یه کار بدی رو انجام میدین، جفت ما داریم یه کار بدی. برای همین اصلا دیگه بهش فکر نکردم، یعنی از فکرم هم رفته بود. داشتم نهار میخوردم صحبت کردم و اینا، از فکرم رفته بود. چه بسا اگر همون رفتارم رو ادامه میدادم، میرفتم به یارو میگفتم، یا مثلا یه جورایی تیکه مینداختم بهش توی جایی یا جمعی یا گروهی، این قضیه ادامه داشت، همش یادآوری میشد. ولی بی خیال که شدم، هم فکر خودم راحت شد، هم داستان همینجا بسته شد، هم به خودم ثابت شد دیگه، ثابت شد که یه فرق بین من و اون هست. این یه موضوع دیگه. بعد عرضم به خدمت شما، گفتم 2 تا موضوع می‌خواستم. آره دیگه، ما رفتیم استادیوم، اومدیم و حال هوا میزان هفته بعد احتمالاً هوا ذره خراب بشه، ولی الان میزانه، فردا میزان هوا، تا ببینیم چی پیش میاد دیگه. بازم چیزی بود، مطلبی بود، ویدیو میگیرم میذارم. چاکریم. سلام خدمت دوستان. ما از ظهر رفتیم حاجی، از ظهر رفتیم. بعد عرضم خدمت شما که الان ساعت، اگر این هشدار کمربند اجازه بده به ما، الان ساعت 10 دقیقه به 10. من از سر کار دارم برمیگردم، یعنی منظورم این که کار که ساعت 8 بود، کار 8 تمام شد. بعد یه 2 ساعت هم با خانواده رفتیم بیرون. بعد اینکه آره الان دارم برمیگردم سمت خونه. واقعا چون خیلی خسته شدم حاجی، واقعا خسته شدم. بعد یه موضوعی که از نشسته بودیم توی نمایشگاه، بعد یکی از خیرین شهر ما خیر زیاد داره واقعیت، و کلا کشور یه سری خیرهایی وجود داره که واقعیت خودشونو نشون نمیدن، یعنی واقعا اونا چه دلی دارن، فکر کن دیگه. حالا ما یه کمکی میکنیم، همه جا جار میزنیم، آره مثلا فلان تو من کمک کردم، ولی اینا واقعا دل بزرگی دارن، کمک میکنن. چه کمکایی؟ مثلا یارو مثلا به عنوان مثال یکی بهش گفته بود که آقا فلان بیمارستان 4 تا ویلچر لازم داره، این به جای 4 تا 6 تا ویلچر داده بود. فکر کن خیر مثلا داین اندازه. هیچی، نشسته بودیم و یارو اومده بود
پیش ما سر کار بودیم، اومده بود پیش ما یه چای بخوره بشینه فلان بسار کارش را بندازیم اینا. واقعیت گفت آقا امروز صبح رفتم بانک دیدم، یعنی اتفاقی که برای همه پیش میاد، یعنی برای همه مطمئن ماشین پیش میاد، برای خود من پیش اومده و خیلی هم درگیر شدم سر این. گفت رفتم بانک دیدم که پشت بانک اون کارمندای بانک، حالا کارمند خوبم داریم کارمند بدم داریم، توی هر حوزه‌ای آدم خوبم داریم آدم بدم داریم، اینو قبول داریم دیگه. هیچی میگه رفتیم آقا نشسته بودن و همه گوشی به دست، اصلا کار مردم زیاد راه نمینداختن، میدونی؟ یعنی خیلی دیدم من به چشم، خیلی دیدم مثلا میگم حالا یه سری کارمندا مثلا ساعت 7 مثلا خب شروع کار، اصلا بگیم 7:30 سیستم میگه آقا ما میریم مثلا 7:30 یه پول مثلا پولی رو باید انتقال بدیم، شبا یارو رو میزنیم و اینا، میگه الان انتقال نمیتونیم بدیم باید بشینی 7:30 برگتو بذاری 8 انتقال میدیم. تازه مثلا اون وسطاش هم حالا زیرمیزی ها اینا فلان بسال بمونه. بعد یه حرف جالبی زد، میگفتش که آره من نمیدونم بحث کردم و گفتم این چه وضعشه فلان بسال اینا، گفتم کار خوبی کرده دیگه، آدم باید اعتراض کنه. آقا جای دیدید دارن اینجوری توی تایم اداری دارن وقت کشی میکنن، آقا به روشون بیارید، اونا وظیفه‌شونه که به کار مردم رسیدگی کنن، قبول دارید دیگه؟ مردم هم وظیفه‌شونه که اون احترام و اون احترامشون رو رعایت کنن دیگه. حالا همینجور حرفا. بعد گفتش که یه چیزی گفت، بذار فکر کنم، یه چیز جالبی گفت در مورد همین کارمند و اینا. بعد من گفتم که آره کلا پیش میاد که زیرمیزی هم هست، پارتی بازی هم هست. حالا من میگم پارتی بازی مثلا اینجوری نباشه که آره پارتی بازی چیه، همه میدونیم دیگه پارتی بازی الان تو جامعه هستی که مثلا شما بخوای یه کاری انجام بدی یه زنگ نمیزنی، آشنا چیزی اگه داشته باشی زنگ میزنی دیگه. حالا اون حرفش چی بود؟ گفتش که آقا برای این کارهای ریزه میزه که لزومی نداره ما از پارتی بازی کنیم زنگ بزنیم. آن حرف جالبی بود. کارهای درشت کارهای بزرگ مثلا آره اونجا پارتی بازی کنی حداقل میبینی که آقا پارتی بازی میکنه اصلا ارزش داره. تو مثلا برای اینکه یه کاغذ پر کنی میخوای پارتی بازی کنی، حالا یه سری همون پارتی بازی میکنن. در کل پارتی بازی خوب نیست که خب مثلا حق کسی خورده بشه، ولی هست تو کشور ما، هست تو خیلی کشورهای دیگه هم هست. خلاصه آره گفتش که آره ما رفتیم و اعتراض کردیم به رئیسش هم گفتیم، بعد گفتن که آره نمیدونم تایم اینجوری فلان اینا. اینم دمش گرم، نه گذاشته نه برداشته، گفته پدر همتون رو در بیارم، دمش گرم. آره دیگه بابا کارمند مملکتی وظیفت تو تایم اداری بهت هم نباید بر بخوره، وظیفت کار مردم را بندازی، گوشی نباید بگیری بازی که نمیدونم با تو شلوارت بگیری با تخمات بازی کنی، درسته یا نه؟ اینو داشته باشید. آره فعلا حرفی نمونه، خستم، باید میخوام برم خونه خدا وکیلی یه چیزی بخورم بخوام، زود بخوام، نمیخوام زیاد بیدار بکنم. چاکر.